السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، بار شما رو با این محفل آموزشی خوش آمدید میگویم. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی، اینم توفیق از الله سبحانه و تعالی است که بر ما بندگانش این توفیق را عنایت فرمود تا اینکه ما با همراهی شمایان توانیم کتابی را بخوانیم و بیاموزیم و تعلیم بگیریم و دانش خود را مکمل بسازیم. اینم نعمتی از نعمت الهی است. الله سبحانه و تعالی بر ما و شمایان این را عطا کرده است. یک نعمت عظیمی هست. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان ما کتاب خود را که از درس کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله بود، ادامه خواهیم داد. شاید این درس آخرین ما و شما شود از این کتاب، چون در اول کتاب ما در بیان فضیلت های کلمه لا اله الا الله از قرآن سخنرانی کردیم. سپس درس دیگر در بیان فضیلت‌های لا اله الا الله از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنرانی کردیم و سپس شیخ حفظه الله تعالی برای ما و شمایان شرط‌های کلمه لا اله الا الله را بیان کرد و بعد این درس دیگری که ما گرفتیم در بیان مضمون و معنای کلمه لا اله الا الله و رکن‌های آن سخنرانی کردیم که این آخران درس ما بود. اما امروز شیخ عبدالرزاق عبدالمحسن البدر حفظه الله تعالی برای ما و شمایان در بیان ناقض یا شکننده های این کلمه شهادت، کلمه لا اله الا الله سخنرانی میکند. ناقض یعنی شکننده های این کلمه شهادت بر لا اله الا الله. چگونه که از برای طهارت هم شکننده هاست، از برای این کلمه هم شکننده هاست. اگر انسان در آن واقع شود، دین خود را از دست میدهد، ایمان خود را از دست میدهد، اسلام خود را از دست میدهد، یعنی که از بین میرود. برای همین در این آخر مؤلف رحمه الله تعالی برای ما این موضوع را یادآوری میکند. اما این موضوع را در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی مختصرا صحبت کرده میگذارد. مختصرا ما این موضوع را از این کتاب، از این کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله از شیخ عبدالرزاق البدر این نواقض رو میگیریم، مختصرا بیان میکنیم ان شاء الله. بعد در آینده اگر که زنده و سلامت باشیم برای شمایان باذن الله تعالی با شرح نواقض اسلام مکمل شه. این کتاب های خاص هست در بیان این مسائل بزرگ هست برای ذکر یادآوری، اینها رو بعد در آینده برای شما یادآوری خواهیم کرد. اما امروز فقط برای شمایان باذن الله تعالی ما بیان مینماییم این نواقض رو از روی این کتاب. گفتم ناقض یعنی شکننده های شهادت بر لا اله الا الله می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میفرماید که به درستی که شرط های کلمه توحید یعنی این کلمه لا اله الا الله که ضرور است بودن این شرط ها که در بیان شرط ها ما صحبت کردیم در درس گذشته، تا اینکه بنده یعنی که ما و شمایان یا اینکه اعمال بنده، عمل های ما و شمایان در نزد الله سبحانه و تعالی قبول بگردد. این شیخ در اینجا تاکید میکند بر ما و شمایان که اگر که ما بخوایم که اعمال ما و شما به نزد پروردگار با درگاه پروردگار قبول و درست بگردد، ما باید این شرط ها رو بدونیم، ما باید این شرط ها رو خوب و نیکو بدونیم و بفهمیم و این شرط ها رو تعلیم بگیریم. و شیخ فرمود که این شرط ها بسیار شرط های عظیم است و شأن و شرف بزرگ هم دارد و قدرش بسیار عالی و بزرگ است. واجب است بر هر مسلمان که این شرط ها را بداند و بر این شرط ها اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، اهمیت ویژه‌ای بدهد. یک اهمیت این خیلی کم است، یعنی باید که اهمیت جدی و بزرگ وابسته بر این شرط ها بدهد، بر این شرط ها قرار بگذارد، بر این شرط ها بیاید. یک به خاطر چه این سخن را میگوید، تاکید میکند چون شخص مسلمان باید اهمیت جدی نسبت این چیزها بدهد که چون اگر انسان در این چیز اهمیت ندهد شاید ایمان خود را از دست بدهد، شاید در ناقض از نواقض اسلام در شکننده ها گرفتار بگردد، از اسلام بیرون شود. برای همین اهمیت دادن شناخت نواقض اسلام، همین کلمه لا اله الا الله برای ما مهم است. شیخ میفرماید که همیشه بر حذر باشد از این شکننده ها، چون الله سبحانه و تعالی به درستی بیان کرد. چی رو بیان کرد؟ انا همین شکننده های لا اله الا الله رو در کتابش بر مؤمنان، بر ما و شما این رو بیان واضح روشن کرد و مؤمنان واقعی رو در این کلمه لا اله الا الله که الله سبحانه و تعالی راهی یعنی سبیل یا که راه مؤمنان رو در کلامش بیان کرد، همچنین الله سبحانه و تعالی راه مجرمان را، راه بدکاران را، راه مخالفان را، کسانی که
این کلمه رو مخالفتی نمودن مفصلا هم بیان کرد و الله سبحانه و تعالی عاقبت مؤمنان و عاقبت مخالفان و عملهای آنها را و سببهایی که آنها بر آن واقع میشوند یا که واقع شدن هم ذکر یادآوری کرد و سببهایی که مؤمنان موفق میگردند و مؤمنان موفق هستند اینها را الله سبحانه و تعالی بر ما ذکر کرد. این یک فضل عظیم است از جانب الله سبحانه و تعالی بر ما بندگانش. این نعمت را بر ما و شما ارزانی کرد و الله سبحانه و تعالی عاقبت مؤمنان و عاقبت مخالفان و عملهای آنها و سببهایی که آنها در آن واقع میشوند یا که واقع شدنی هستند ذکر کرد و سببهای موفق گردیدن مؤمنان در این دنیا را ذکر نمود. یا مخالفان، کسانی که این کلمه را مخالفت میکنند، خار و ذلیل گشتن آنها را بیان کرد، واضح روشن کرد برای ما شما. الله سبحانه و تعالی هر دو امر را در کتابش آشکار و واضح روشن برای ما بیان کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح داد و بهترین غایت بر ما رسانید. چگونه که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش میفرماید و کذالک نفصل الآیات، و این چنین ما آیات ها را با تفصیل بیان میکنیم بر تو یا بر شما، لتستبین سبیل المجرمین، تا راه حق و راه باطل بیان گردد، تا راه حق و راه باطل بیان گردد و نیز راه گناهکاران آشکار و روشن بگردد. در سوره انعام. و نیز الله سبحانه و تعالی در دیگر آیه میفرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. هر کی پس از آشکار شدن راه هدایت با پیامبر صلی الله علیه و سلم مخالفتی ورزد و پیروی راه مؤمنان را نکند، از راه مؤمنان روی بگرداند، میگذاریم او را بر آن راهی که اختیار کرده. پس هر کسی هر راهی را انتخاب کرد رفت، الله او را بر آن راه انتخاب کرده ترکش میکنه دیگر. خیلی این آیات اهمیت جدی دارد. میگذاریم او را بر آن راهی که او انتخاب کرده است. الله اکبر. سخن عظیم است قول الله سبحانه و تعالی. و فرمود در دوام و او را به نیکی، به کارهای نیک و کارهای خوب و خوشبختی موفق ندهیم، موفق نگردانیم، بلکه به جهنم او را افکنیم و جهنم چی سرانجام بد است. سوره نساء. و هر کسی که اگر راه این مجرمان را انتخاب کرد بعد آنه که راه حق برایش روشن و واضح گشت، پس جایگاه خود را با نص این آیات آماده کند. الله مستعان. برای همین الله سبحانه و تعالی این آیه های کریمه را برای ما گوشزد میدهد تا اینکه ما هوشیار باشیم، تا که در این راهی که اینها انتخاب کردن این راه را قدم ننهیم که این راه هلاکت است، این راه بدبختی است، راهی که انسان را به سوی گهدان جهنم میبرد. چگونه که امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه که برای ما معلوم است این شخصیت بزرگی است، گفتند که انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه، بیگمان بدون شک و تردید پایبندهای اسلام یک به یک کنده می شود. اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاهلیه، وقتی که در اسلام کسی به وای میرسد که جاهلیت رو نمیداند، یعنی آن کسانی که در زمان جاهلیت زندگی و عمر بسر بردن از گمراهی و از بدبختی، این کسانی که در این اسلام بعد نمیآیند نه که از آن جاهلیت بیخبر هستند، از احوال آنها، از احکام آنها بیخبر هستند. همین است که اسلام با دلیل‌های خیلی زیادی از قرآن و سنت آورده تا که بر حذر کنند مردم را از سبب‌های مرتد شدن و دیگر نوع‌های شرک و کفر که مخالفت می‌نماید توحید را، مخالفت می‌نماید کلمه لا اله الا الله را. و بعد درستی که علما رحمهم الله تعالی در باب حکم مرتد در هر کتاب‌های فقه یک باب خاص را قرار دادن، باب حکم مرتد. در این کتاب‌های فقهی بیان کردند که انسان گاهی از دینش روی می‌گرداند، از دینش روی می‌آورد، مرتد می‌شود با نوع‌های زیادی از نواقض اسلام. اگر در آن یا در چیزی از آن واقع گردد مرتد می‌شود، از دین الله سبحانه و تعالی، از ملت اسلام خارج می‌گردد، در حالی که دیگر این کلمه لا اله الا الله برای او انسان دیگر نفع و فایده نمی‌رساند، دیگر برایش فایده نمی‌دهد. و اینکه این کلمه عظیمی که بهترین ذکر است، افضلترین ذکر است، برای گوینده‌اش نفع می‌رساند، برای گوینده‌اش تو این کلمه رو میگویی برای تو فایده می‌دهد یا فایده نمی‌دهد، مگر با این شرط‌هایی که این علما بیان کردن، با این اجرای این شرط‌ها انسان به موفقیت می‌رسد. و دوری جستن از این ناقضی‌ها، شکننده‌های این کلمه لا اله الا الله و یگان شک و تردید و ریب نیست که انسان این نواقض را بداند، یک فایده عظیمی را در دین الله سبحانه و تعالی به دست می‌آورد. اگر انسان این نواقض را فهمید، معرفت پیدا کرد که قصد و از پشت این سلامت ماندن بنده است، سلامت ماندن بنده از بدی‌ها است و نجات یافتن او از همین آفت‌ها است، از همین خاطر هر کسی که شرک را شناخت و کفر را شناخت، باطل را شناخت
شناخت راههای این کفر و راههای این شرک و راههای این باطل رو از خود کرد و فهمید، البته که خود رو از این راهها برحذر میکند، البته که از این راهها دور میشود، دینش رو خوب میآموزد، برحذر از همیشه خوف و ترس الله در قلبش پیدا میگردد و آن رو در نفس خود عملی میکند و دیگران را از آن برحذر میکناند، چون میدوند که این چیزها بر ایمان انسان خلل میرساند، ایمان انسان را یره‌دار میکند، بلکه ایمان انسان را از بین میبرد، بلکه ایمان انسان را از حق و از محبت پروردگار، از محبت پیامبر، از محبت دوستان الله دور میسازد و تا آن درجه میرسد که انسان از شناخت حق روی میگرداند، از حق روی میآورد، درهای رحمت الهی برای او بسته میگردد. الله مستعان. الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد آن کسانی که راهی او را پیروی میکنند و راهی او را میشناسند و میآموزند و دوست می‌دارد آن کسانی را که این راه حق را دوست می‌دارند و این راه را پیروی میکنند و دوست می‌دارد الله سبحانه و تعالی آن کسانی را که علم میآموزند، حقیقت توحید را از خود میکنند و در این راه دعوت مینمایند. بدون ای برادر و خواهر گرامی، به درستی که از هر مسلمان طلب میشود که بشناسد راه خیر و راه نیکو را بشناسد و آن را در حیات خود تطبیق کند، در حیات خود همچنین راه بد را نیز بشناسد و از آن خود را دور نماید و دیگران را از این راه دور نماید. چگونه که حدیث حذیفه ابن یمان رضی الله عنهما است، روایت میکنه که گفت کان الناس یسالون رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الخیر، این که مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم را از کارهای خیر میپرسیدند و کنت اساله عن الشر، و من باشم حذیفه، من رسول الله را از چیزهای بد میپرسیدند، مخافت ان یدریکنی، به خاطر میترسیدم که با آن بدی گرفتار بگردم. در صحیح بخاری همین است که گفته شده است من بدی را شناختم نه به خاطر بدیش، تا اینکه نفسم را از آن بدی باز بدارم. پس بدون ای برادر و خواهر گرامی که اگر هر کسی که اگر بدی و شر رو اگر نشناخت حتما در آن واقع میشود. اگر تو بدی رو نشناختی در آن بدی تو واقع میگردی، چون اگر انسان بدی رو نشناخت بدی رو خوب میشمارد. همین است که در نزد بیشتری از مردم اسلام به شکلی بد نشان داده میشود، بر آنها این امور تغییرات پیدا میکنه در حیات انسان. برای همین اگر هر کسی که شر رو نشناخت، بدی رو اگر نشناخت، در آن واقع میگردد، اعوذ بالله، در آن بدی انسان واقع میگردد. پناه به سوی الله از واقع شدن در بدی ها. اگر امر به این قدر حال باشد، به این قدر اهمیتی ویژه‌ای داشته باشد، پس بر هر مسلمان واجب است که این امرها را بداند، این نواقض را بشناسد، نواقض کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله، تا اینکه از نواقض برحذر باشد. و این نواقض چگونه که گذشت بیان کردیم، با چیزهای گوناگون این کلمه لا اله الا الله همچنین این کلمه لا اله الا الله را میشکند. همین نواقضی که ما گفتیم، همین کلمه لا اله الا الله را میشکند و بدترین این نواقض که زیاد هستند، چون در کتب فقه علما ذکر کردن، بدترین این نواقض و خطرناکترین اینها بسیار از همه در بین مردم منتشر شده که بعضی از مردم در این واقع شدگی هستند و واقع میشوند. بدترین از این ده ها هست. علما رحمهم الله تعالی آنها را برای ما و شمایان ذکر کردند و بزرگترین و عظیمترین این نواقض که مردم بر کثرت یک بر زیاد در آن واقع گشتند ده ها است که ما اینها را به شکلی مختصر بر شما بیان میکنیم، به شکلی مختصر. اما در آینده نواقض با خود کتاب خاص خود داره که ما در آینده برای شما بیان میکنیم. اما این درس ما چی بود؟ فقط آموزش کلمه لا اله الا الله بود که شیخ در اینجا در آخر برای ما این را آورد و بیان کرد. اولین از این نواقض این شرک در عبادت الله است. این شرک آوردن در عبادت الله سبحانه و تعالی میباشد. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. بدرستی که الله نمی آمرزد، نمی بخشد که بر او کسی چیزی را شریک قرار بدهی یا که بر او کسی چیزی را شریک مقرر بسازی و گناهانی پایینتر از شرک را از برای هر کسی که بخواهد می آمرزد، می بخشد، از گناهان صغیره و کبیره. در سوره نساء آیه 116. و در دوام فرمود و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. زیرا هر کس که برای پروردگار کسی چیزی را شریک قرار بدهد، هر کسی که برای پروردگار کسی چیزی را شریک قرار بدهد، همان الله بهشت را برای او حرام کند، بهشت را برای او حرام گرداند. آیه ها را خوب اهمیت دهید. کسی که شرک به الله آورد، با این نص این آیه ها بهشت برای او حرام کرده می شود. و در دوام فرمود فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. اگر بهشت برای او حرام بگردد، جایگاه چیست؟ و مأواه النار، جایگاه او باشگاه او جهنم است فرمودند. و ما للظالمین من انصار. و این ظالمان رو و این ستمگاران رو که به الله شرک ورزیدند
ورزیدن، به الله کفر ورزیدن، یاری دهنده نباشد دیگه در آن روز که از عذاب پروردگار دیگه آنها را رهایی بخشد. و از جمله اینها از این شرک دعا طلب کردن از مردگان و کمک یاری از آنها، برای آنها قربانی کردن، برای آنها ذبح کردن و نذر کردن و غیر از اینها است. بارک الله فیکم. یعنی شرک عبادت را برای غیر الله انجام دادن. این عبادتی که تو باید از برای الله انجام بدی برای غیر الله انجامش میدهی، و مثل دعا، قربانی، نذر، سجده، رکوع و غیر از اعمال دیگری که هست. الله خیرتون دهد. و شیخ الاسلام فرمودن که هر کسی که برای غیر الله دعا کند، یعنی از غیر الله دعا، کمک، یاری، مدد یا قربانی کند، وی مشرک است. بر وی مشرک گفته می شود. اسم شرک برای گذاشته می شود. این نواقض عظیمترین نواقض است، شرک به الله آوردن. اما دوم فرمودن که من جعل بینه و بین الله واسطه، کسی که بین خود و بین پروردگار واسطه قرار بدهد، کسی دیگری رو واسطه قرار بدهد، او رو دعا کند، از او دعا و مدد، یاری و مسئله سوال بطلبد، از او طلب شفاعت کند، او رو بین خود و بین الله یک شفیع، یک شفاعتگر قرار بدهد. شیخ میفرماید که به درستی که به اتفاق علما این شخص از دایره اسلام خارج میگردد، کافر میشود. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. غیر الله را عبادت میکنند، از غیر الله دعا و کمک و مدد طلب میکنند که بر آنها نه سود میدهد، نه منفعت میبخشد و نه زیان بر آنها میرساند، و میگویند اینها بتان شفاعتگر ما در نزد الله هستند. یا که اینها شفاعتگر ما، این شیخ و پیر و دیگر چیزایی که میگویند، میگه اینها شفاعتگر ما در نزد الله هستند، اینا ما را شفاعت میکنند، ما با اینو با الله نزدیک میشویم. اما در دوام الله چی فرمود؟ قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. بگو برایشان ای پیامبر، برای اینها بگو، برای این کم عقلان برسان خبر را. آیا خبر میکند الله را با آنچه که نمیداند در آسمان و زمین؟ الله پاک است و منزه است از آنچه که شما میگویید و از آنچه که شما بر او شریک قرار میدهید. الله از همه اینها پاک و منزه است. یعنی میانروی جستن بین الله و بین بنده، توسل غیر شرعی با فلانی، با اولیاء، با پیامبر، با جین، بر آنها میگویی از الله طلب کن یا از آنها طلب میکنی، نه از الله. این شرک است. و شیخ عبدالرحمن ابن حسن میگوید که میانروی در عبادت این شرک است. در تمام نوعهای عبادت که کسی رو میانرو قرار میدی این شرک است، در حالی که با اعتقاد میکنه که انا همین کسی که تو وای رو میانرو قرار میدی وای صاحب فایده که ضرر باشد، برتن فایده که ضرر بدهد. این است ناقض دوم. اما نواقض سوم فرمودن که من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم کفر اجماعا. کسی که مشرکان را مشرک نگوید، کافران را کافر نشمارد، در دین آنها شک کند یا که دین عین آنها را مذهبی صحیح و درست بشمارد، و درستی که انسان در این حالت کافر میگردد. این مسئله خیلی مسئله مهم است. هر کسی یهود را مسلمان بشمارد، نصارا را مسلمان بشمارد، مشرکین را مسلمان بگوید یا دین آنها را صحیح بشمارد یا کفر آنها را که راه روش آنها دارند درست بگوید، به درستی خودی بنده در کفر واقع میشود، خود مشرک میگردد. اعوذ بالله. نه که نووی فرمودند هر کسی که در کفر یک کافری صریح، نه که کسی کفرش روشن است، اگر شک کند خودش در کفر واقع میشود، خودش کافر میگردد. اعوذ بالله. مسائل خیلی مهم است، خیلی جدی است، مسائل عادی نیست. برای همین اینها را شیخ در آخر کتاب برای ما روشن و واضح کرده بیان کرده شده است. بارک الله فیکم. و سپس ناقض چهارم را ذکر می نماید. ناقض دیگری از نواقض اسلام چهارم را شیخ در اینجا برای ما و شما یادآوری میکرد. میفرماید که هر کسی که اعتقاد نماید که هدایت غیر پیامبر کاملتر و نیکوتر از هدایت پیامبر است، یعنی که راه روشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما آوردگی است، این راه روش رو ترک نماید و راه روش غیر پیامبر رو پیشه کند. آن هدایتی که رسول الله آوردگی است این رو ترک نماید، راه روش غیر رسول الله رو بهتر نیکوتر بشمارد یا حکم غیر پیامبر رو از حکم پیامبر بهتر بداند، حکم الله و رسول الله رو یطلب بذارد، حکم غیر الله و حکم غیر رسول الله رو بهتر و خوبتر بشمارد. این هم چیز اعوذ بالله در کفر واقع میشود. باور کردن بر راه غیر پیامبر، راه غیر پیامبر رو نیکوتر شمردن، درست‌تر شمردن. مثلا میگوید که قانون‌های دموکراتی بهترند از دین الله دیده، قانون‌های آلمانی بهتر است از دین الله دیده، قانون‌های سوسیالیستی بهتر است از راه روش پیامبر دیده. اگر هر کسی که این اعتقاد را کرد به درستی که از اسلام خارج شد. اعوذ بالله. ابن قیم رحمه الله تعالی میفرماید که هر کسی باور کند که
قانون به غیر قانون الله و رسول الله بهتر است و کافر است. اگر هر کس اگر این باور در قلبش داشته باشد دیگر خلاص بار اومد از دین الله سبحانه و تعالی به دین مشرکین داخل شد. این مسائل خیلی مهم است. و دیگری از نواقض شیخ عبدالرزاق البدر حفظه الله تعالی میفرماید که آن چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است بد بیند. آن چیزی رو که رسول الله آورده است بد بیند، بد بیشمارد. اگرچه با آن هم اگر عمل کند کافر میشود. یعنی یک انسان احکام شریعت رو بد بیند، قانون از قانون الله رو بد بیند، راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت او رو بد بیند، اگرچه نمیفرماید که اگر با آن عمل کند از دوره اسلام خارج میشود. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. زیرا آنان چیزی را که از قرآن که الله نازل کرده است بر پیامبرش صلی الله علیه و سلم ناخوش داشتند، نمیفرشون، معقولشون نبود و با آن باور نکردند، باور نداشتند. در نتیجه اعمال آنها، عملهای آنها نابود و حبطه شد. زیرا در طاعت شیطان بودند نه در طاعت رحمان، در طاعت شیطان بودند نه در طاعت رحمان. یعنی دشمنی کردن با دین الله، دشمنی کردن با دین الله سبحانه و تعالی، یا با دیدن احکام شریعتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا مسخره کردن با دین، چیزی از دین، نماز، حجاب، ریش، روزه و غیره. همه اینا چی هستند؟ همه اینا کفریاتی هستند که اگر انسان در این واقع شد علیه بالله به هلاکت میرسد. برای همین ابن عبدالبر ذکر می که مسخره یک حکم از احکام دین این کفر است. مسخره کردن یک حکمی از احکام دین این کفر است. که حاضر در ناقض ششم ما این رو برای شما بیان میکنیم همچنین. اما ناقض ششم میفرماید که هر کسی که دین الله را مسخره نماید، من استهزأ بشیء من دین الله، اگر هر کس با دین الله را مسخره نماید، چیزی از دین الله را، او ثوابه او عقابه، دین پیامبر را مسخره نماید، یا ثواب نیکویی هایی که در این دین است بر آن مسخره نماید، گفتیم تاجیک ریشخند کند، چی از عقاب جزا باشد، عذاب قبر است، مثلا جزای روز قیامت است، عذاب جهنم است، دیگر چیزایی که ذکر شده است، یا که از ثواب و نیکویی ها است، و درسته که انسان از دایره اسلام خارج میگردد. دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، بگو ای رسول بر اینها، آیا با الله و آیات او و پیامبر او شما مسخره میکردید؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، دیگر عذر نیاورید ای گروه منافقان، ای هلاک شدگان، دیگر شما عذر نیارید که عذر شما دیگر پذیرفته نمیشود، دیگر از عذر آوردن شما دیگر فایده ای نیست. پس از ایمانتان که مؤمن بودید و گفتن این مقاله مسخره آمیز به درستی کافر شدید، به درستی مرتد شدید. پس مسخره کردن با چیزی از دین الله این در ناقض اسلام داخل می شود، حتی با شوخی هم باشد. چون بعضی از انسان‌ها شاید با واسطه شوخی بر چیزی از دین الله یا که سنت پیامبر مسخره کند، این هم انسان را از دایره اسلام خارج می‌نماید. شیخ سعدی رحمه الله تعالی می‌فرماید هر گونه مسخره ای که با قرآن یا رسول باشد یا با آیات ها و سنت ها باشد، نوبسته از مقصد انسان این شرک و کفر است، نوبسته از مقصد انسان این شرک و کفر است، انسان کافر و مشرک می‌گردد. این مسائل جدی هست، الله خیرتان دهد. اما مسئله دیگری که شیخ در اینجا ذکر می‌نماید، دیگری از نواقض سحر جادویی، صرف عطف میگویند، صرف جدا کردن، عطف گرمی کردن، یا که تاجیک‌ها میگن گرمی و خنکی کردن، این از جمله سحر است. مرد و با زن، زن رو با مرد گرمی کردن میگویند. این در بین مردم تاجیک مشهور است، در بین همه امت مشهور است. این نوع جادویی، اینم از شکننده‌های اسلام قرار میگیرد. اینم از کفریاتی است که بعضی از مردم از این بی‌خبر هستند. و دلیلی بر کفر بودن این سحر جادویی، این گرمی کردن، خنکی کردن، قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید در سوره بقره و ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. و نگفتند یعنی که این دو ملائکه را الله سبحانه و تعالی بر بنی اسرائیل یک امتحان روان کردند، گفتند که ما برای آزمایش، ما برای امتحانیم و بعد تعلیم گرفتن این سحر جادویی و اطاعت کردن شیطان شما کافر نشوید. گفت الله سبحانه و تعالی مسائل سحر جادو، خواستن گرمی کردن یا خنکی کردن، مرد رو با زن، زن رو با مرد، شوهر رو با زن، زن رو با شوهر، یا که دخترهای رو دخترها میکار انجام میدهند یا که مردها میکار انجام میدهند، آموختن این، اجرا کردن این، باور کردن به این، همه این در کفر گرفتار میشود انسان، همه این از کفر حسابیده میشود. و امام نووی در این مورد میفرماید که سحر گناه کبیره و کافر کننده بنده است. سحر یکی از گناهان کبیره و کافر کننده بنده است که بنده در کفر واقع میشود. بارک الله فیکم. اما ناقض دیگر از نواقض اسلام یاری و کمک و نصرت دادن مشرکان بر بالای مسلمانان. خوب اهمیت، یاری و کمک و نصرت دادن مشرکان، کافران بر بالای مسلمانان، اینم یکی از نواقض اسلام به شما میرود. الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس که از شما ایشان را یعنی کفار را دوست گیرد از جمله آنها قرار میگیرد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، همان به درستی که الله سبحانه و
تعالی قوم ستمگاران را دوست ندارد و آنها را هدایت نمی‌کند. پس کمک و دوستی با کافران بر ضد مسلمانان این یکی از نواقض اسلام به شمار می‌رود. ایمان انسان را از بین می‌برد. و کفار یاری رساندن برای ضرر رساندن مسلمانان، این نکته خیلی مهم است. کسی که کفار را دستگیر و کمک می‌نماید برای بمباران کردن مسلمان‌ها یا که قتل عام مسلمان‌ها کردن، در این موضع که انسان چیز در کفر واقع می‌گردد. اعوذ بالله. ابن جریر طبری مفسر قرآن می‌فرماید دوستی و یاری آشکارا با کفار بر ضد مسلمانان، بر ضرر اسلام که ضرر اسلام را می‌خواهند، این کفر است و انسان در کفر واقع می‌گردد. بارک الله فیکم. اما ناقض دیگر از نواقض اسلام، از بزرگترین نواقض اسلام، شیخ می‌فرماید که هر کسی که اعتقاد نماید که بعضی از مردم یا که بر بعضی از مردم جایز است که از دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شود، یعنی بر او جایز است که از دین الله، دین رسول را ترک نماید، از دین رسول بیرون شود، دین رسول الله را ترک نماید. چگونه که با خضر علیه السلام این بود که دین موسی علیه السلام پیروی نکرد. با خود دلیل میارن. این هم چی است؟ از نواقض اسلام به حساب میرود که اگر هر کسی که دین رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترک نمود، پس وای حتما چیز در نواقض از اسلام گرفتار میگردد. این الله میفرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کس که دین رو غیر از دین اسلام بپذیرد، پس عملش مردود کرده میشود، نه قبول شده نیست، قبول کرده نمیشود و در آخرت از جمله زیانکاران خواهد بود. اسلام، این معنای اسلام تسلیم شدن در برابر فرمان الله سبحانه و تعالی و سرفرود آوردن با طاعت و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این است معنای اسلامی حقیقی. بارک الله فیکم. پس در اینجا باور کردن بر این که برای بعضی از مردم جایز است که از حکم رسول الله آزاد شوند، از حکم رسول الله ببرایند، یا که اطاعت کردن فرمان رسول الله برای آنها دیگر واجب و لازم نیست، چون بعضی از صوفی ها این اعتقاد دارند، یا که در نزد صوفی ها این چیز مشهور است که با این معنا که گفتند که فلان اولیاء یا شیخ از فرموده های دین دیگر آزاد است. در اعتقاد صوفی ها همین است که اگر انسان باید مرتبه بالا برسد، دیگر باید یک چیز از دین الله دیگر برای واجب نیست پیروی کردن. این شرک است، این کفر است. برای همین شیخ حسین فرمود که هر کی گمان کند که بعضی ها از شریعت پیامبر اسلام بیرون شدنشون برایشان جایز است، پس کافر میشود. به درستی و چیز کافر میشود. بارک الله فیکم. اکنون در اینجا ناقضی دیگری رو شیخ حفظه الله تعالی برای ما و شما میارد. میفرماید الاعراض عن دین الله لا يتعلمه ولا يعمل به. روی آوردن از دین الله سبحانه و تعالی، نه تعلیم میگیرد، نه به آن عمل میکند، نه دین رو میآموزد، نه به دین رغبت دارد، نه به آن عمل میکند. و قول الله سبحانه و تعالی میفرماید و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمین منتقمون. این ستمگارتر از آن کسی که او را با آیات پروردگارش پند میدهند سپس از همه آنها روی میگرداند. به درستی که ما هر آینه از گناهکاران انتقام گیرنده هستیم. پس این 10 امر از امرهای عظیم نواقض کلمه لا اله الا الله، کلمه توحید است. کسی که در چیزی از اینها واقع بگردد، اعوذ بالله، توحیدش نابود میگردد، ایمانش از بین میرود. پس کلمه لا اله الا الله با او دیگر فایده نمیبخشد. و بدون ای برادر و خواهر گرامی، به درستی که اهل علم بیان کردند این نواقض را و فرمودند که به درستی که اهل علم بیان کردند که بین این نواقض، بین شوخی کننده و بین جدی و بین حالت ترس که انجام میدهد فرقی ندارد، مگر شخص مکروه، کسی که مجبور کرده شود در این نواقض. کسی که در این نواقض اگر مجبور کرده شود، پس باید در کفر واقع نمیگردد. اما کسی که از جهت شوخی این نواقض را انجام میدهد یا که جدی یا که از جهت ترس، حتما در نواقض الاعوذ بالله انسان واقع میگردد. این عظیمترین نواقض هاست، خطرناکترین آنهاست و بیشتری از مردم در این واقع میشوند. برای همین ضرور است که مسلمان از این نواقض با خبر شود، از این نواقض با خبر شده بر حذر باشد و بر حذر نماید دیگران را و بی‌ترسد از اینها. حالا میبریم با سوی الله سبحانه و تعالی از غضبش و عقابش و عقاب دردناکش و از الله سبحانه و تعالی مسئلت داریم، از آن چیزی که او را خوشنود میسازد، او را خوشنود میگرداند و از آن راضی میگردد توفیق بدهد و همه مسلمانان برای راز هدایت نماید. البته که سبحانه و تعالی شنواست و بیناست و اجابت کننده دعاهاست. سبحانك اللهم و بحمدک و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه. این بود 10 نواقضی که شیخ عبدالرزاق البدر در آخر این کتابش برای ما و شمایان ذکر و یادآوری کرد. در همین ما درس امروز را به اتمام میرسانیم.